آمار رسمی اعلام کردن که از اول تا به امروز که داریم این برنامه رو براتون تهیه میکنیم ایران 37 میلیون دلار صادرات به فرانسه داشته و در عوض فرانسه هم 1.5 میلیارد دلار صادرات به ایران داشته. یعنی فرانسوی ها هرچی از ما جنس خریدن به جاش 40 برابر رو به ما جنس فروختن. حالا حدس میزنین مثلا چی؟ سفینه فضانوردیه؟ نه قربونت، سفینه کجا بود؟ قطار و هواپیماه؟ نه آقا اون چه تحریمه که. پراید و سمنده؟ اینا مونتاژ داخله. موتور و دوچرخه است؟ نه اصلا وسیله نقلیه نیست. کتری و سماور؟ نه اونا از چین میاد. بیل و کلنگه؟ نه ببین حدسش سخته. خودم میگم آب معدنی 30-40 هزار تومانی. 40 تومن؟ از همین بطری‌ها که پلاستیکیه؟ دقیقاً پلاستیکیه. همین سرش یه در آبی رنگ داره؟ احسنت. توش هم آب داره؟ آفرین دقیقاً. خب پس اقتصاد مقاومتیشان چی شد؟ اصلا ولش کن آقا، یه آهنگ بذار بشوره ببره پایین بابا، خاک بر سرشان بکنن.